بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستای عزیز، حکیمای امت میگن که اصلی بدی، اصلی شرور 4 چیز است. اون 4 چیز چی است؟ یکم این استعلا هست یا تعالی میگن به عربی، خود را از دیگر رو بلند گرفتن است. دوم این استکبار است، یعنی که کبر ورزیدن است. سومش این استبداد و ظلم است و چهارمش این غرور است. همین 4 چیز اصلی مادری همه گناه ها هست، اصلی همه بدی ها هست. یکمش این کار ابلیس بود که گفت که انا خیر منه، یعنی که اینجا استعلا کرد، خودش از آدم بالا گرفت. دومش استکبار، این قوم عاد بود که اونها هم گفتن که من اشد منا قوه، کی اما نیرومندتر است، کی از ما زورتر است. الله تعالی به شمال آنها رو نابود کرد. اما سوم نکته این استبداد است، استبداد و ظلم به مردم که فرعون میگفت که ما اوریکم الا ما ارا، فقط اونچه که من برای شما نشان میدم همون رو باید شما پیروی کنید، از راه من بیرون نروید. یعنی خودش رو خدای روی زمین اعلام کرده بود، مردم رو مجبور میکرد که فقط راه و روش همون گیرن، یعنی که الله تعالی به آب غرق کرد. و اخیرش هم غرور، این مثالش قارون است که قارون به مال و به ثروت و داراییش مغرور شد و از دادن زکات سرکشی کرد. الله تعالی او را زمین رو فرمود تو رو که بلعید. خیلی که قارون میگه که انما اوتیتو علی علم، اینا من مهنت کردم، من فلان جا رفتم کار کردم، ثروت جلب کردم، مهنت کردم، دکون شدم، شب و روز این کردم اون کردم، دعوای غرور کرد، گفت خدا نداد، من خودم کردم میکنم. اینا بریم الله تعالی زمین رو فرمان داد تو اینکه قارون رو همراه مال و ملک و خانه و دارایی و ثروتش زمین او رو بلعید. این هم یک درس عبرتی هست برای همگان.